یوتیوبرهای ایرانی دارن یک ایونت خیلی بزرگ تو ایران مال برگزار میکنن، اما هیچ کس هنوز جزئیاتش رو نگفته. ولی نیما تکیدو تو آخرین ویدیوی خودش که این بالا عکسش میاد یکی دو بار اشاره خیلی کوتاه میکنه، اما پشت همین چند اشاره کوتاه نکته خیلی مهمی وجود داره. و توی این ویدیو میخوام بگم که این ایونت چیه، کجا برگزار میشه، چه تاریخی برگزار میشه و یوتیوبرها کیا میتونن باشن. قراره همدیگه رو توی یه ایونت خیلی خفن ببینیم. برای اینکه متوجه بشیم که این ایونت چیه، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. صبر کنید، قبل از اینکه تا آخر ویدیو با من همراه باشید حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، چون خیلی بهم کمک میکنه، خیلی به انرژی میده. بریم سراغ این ویدیو. Let's go. راستش نیما تکیدو چند روزی هست اینستاگرامش یه پستی گذاشته بود و گفته بود که به زودی همدیگه رو میبینیم. به نظر این منظورش چی بوده؟ همون ایونتیه که میخوان تو بزرگترین مرکز تجاری خاورمیانه که ایران مال هست میخوان یه ایونت برگزار کنن. حالا این ایونت چی هست، کیا هستن، کجا برگزار میشه، چه ساعتی برگزار میشه، هنوز چیزی نگفتن. ولی نیما تکیدو توی صحبتاش که تو آخرین ویدیوش باشه با هیجان میگفت که به زودی همدیگه رو میبینیم. وقتی نیما تکیدو با هیجان اینجوری میگه یعنی این یه ایونت معمولی کوچیک نیست، یه ایونت بزرگ. ممکنه خیلی از یوتیوبرها توی این ایونت باشن، شاید هم اصلا خود نیما باعث برگزاری این ایونت باشه. حالا ممکنه چه یوتیوبرهایی توی این ایونت حضور داشته باشن؟ خود نیما تکیدو که 100% هست، چون اینو خودش گفته، دوستان نزدیکش هستن و تمام یوتیوبرهایی که توی تهران تولید محتوا میکنن و یوتیوبرهایی که به تهران نزدیکترن و میتونن به خودشون رو به این ایونت برسونن ممکنه حضور داشته باشه. ولی تا این لحظه هیچ کانالی به غیر از خود نیما تکیدو اینو رسما اعلام نکردن. ولی بدونین که این اولین باره که یه همچین ایونت بزرگی توی یه مرکز تجاری، ولی بدونین که این اولین باره که یوتیوبرهای ایرانی دارن یه ایونت خیلی بزرگ توی یه مرکز تجاری خیلی بزرگ که تو خاورمیانه تکه دارن برگزار میکنن. که تو این ایونت حضور مخاطبان هست، احتمال همکاری با برندها هست و شاید حتی ملاقات با تمام یوتیوبرهایی که ما ویدیوهاشون رو دنبال میکنیم ممکنه وجود داشته باشه. و خلاصه این که این ایونت میتونه شروع یک جریان خیلی مهم تو یوتیوب فارسی باشه. چند تا چیز هنوز مشخص نیست که لیست یوتیوبرها کیان و نحوه ثبت نام و ورود به این ایونت چه جوری میتونه باشه و ساعت دقیقش هم اعلام نکردن. معمولا وقتی یه یوتیوبر مثل نیما تکیدو یه همچین خبری رو اعلام میکنه، احتمالاً به همین زودی ها تمام یوتیوبرهایی که ممکنه تو این ایونت حضور داشته باشن اونها هم توی ویدیوهاشون از این موضوع یاد کنن. من میخوام بگم که من خیلی دوست دارم تو اون تاریخ که میخوان این ایونت رو برگزار کنن منم حضور داشته باشم، چون به غیر از کار یوتیوب من شرکت هم کار میکنم. این برنامه کاری شرکت شاید به من اجازه نده بخوام تو این ایونت شرکت کنم و یوتیوبرهای مورد علاقه خودم رو از نزدیک ببینم. خب تاریخ برگزاری این ایونت که 28 تیر 1405 به یاد داشته باشید، 28 تیر 1405. تا همینجا ویدیو کافیه. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، کامنت بذارین و اگه میخواین ویدیوهای بعدی رو از دست ندین سابسکرایب کنید، زنگوله هم بذارید روی آل. دوستتون دارم. پس تا یه ویدیو دیگه، بای بای. راستی قبل اینکه خداحافظی کنید، شما همتون رو تو این ایونت خواهم دید. میبینمتون، مشتاق دیدارتون.